қонуни замин дар Тоҷикистон дар соли сипарӣ шуда беш аз ҳар қонуни дигар поймол шудааст. Юсуф Раҳмон, Доистони кулли Тоҷикистон, дар гузориши худ ба вакилони Маҷлиси миллӣ гуфтааст ки дар соли 2018 дар Тоҷикистон 1085 парвандаи ҷиноӣ вобаста ба вайрон кардани қонунгузории замин бозгардидааст. Ин мавзӯъро ҳамкорам Абдулло Ашуров пайгирӣ дорад ва ҳоло бо мо дар студия аст ва омодаи суҳбат. خب عبدالله معلوم می شود که در تاجیکستان مسئله تقسیم پارچه های زمین بیش از همه آلوده با جنایت شده است. سلام شالو. بله، یک نظر به آمارهای پیشکش کرده یوسف رحمان دادستانی کل تاجیکستان اوید به رعایت قانون کشور دایر به زمین چنین خلاصه را حاصل میکند. به اطلاع دادستانی کل بر ضمن این مقدار پرونده های جنایی باز 3450 نفر دیگر به جوابگری انتظامی و مأموری کشیده شدند که همچنان در ویران کردن قانون زمین عیبدار میشوند. در نتیجه سنجش ها دایر به رعایت قانون زمین دادستانی کل نزدیک به 23000 گکتار زمین را که غیر قانونی تقسیم شده است و یا غصب گردیده است به حالت اوله برگردانیده است. برای همین آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان چند پیش به دادستانی دستور داده است که این مسئله را جدی پیگیری بکنند. این چگونه دستور بود عبدالله؟ میتونی مفصل تر بگی؟ بله، شهلا آزاده رحمان با دادستانی کل باز هم پرزور کردن نظارت اوید به خرید و فروش زمین و عموما رعایت قانون زمین در جمهوری را تاکید کرده است، چون با گفته آزاده رحمان قانون شکنی در سمت استفاده زمین هنوز رو به افزایش است. با اطلاع او در سال 2018 در جمهوری 700 قرار رئیسان شهر و ناحیه ها وابسته به زمین با اعتراض های پروکوروری یعنی دادستانی بیکار شده است. برای جلوگیری از زمین فروشی، غصب زمین و پایمال کردن قانون زمین همکنون در دادستانی کل یک ریاست علاهیده تأسیس یافت. همکنون 50 نفر دادستان ها و یا پروکورورهای ویژه محض اجرای قانون زمین را در تاجیکستان نظارت میکنند. خب عبدالله، سبب در چی است که مسئله وابسته از زمین در تاجیکستان تا رفت داغ می شود؟ در واقع شهلا، زمین فروشی مقامات محلی یک مایه اساسی شکایت مردم در تاجیکستان است. هر روز این شکایت ها با گوش ها می رسد. بسیاری ها می گویند بدون پرداخت رشوه گرفتن قطعه زمین تقریبا ناممکن شده است، در حالی که مقامات از عزم قوی در مبارزه با کروپسیا حرف میزنند. ساکنان میگویند رشوه خوری و طمع‌جویی منصبداران روزگار آنها را تباه کرده است. شکایت ساکنان بیشتر از طمع‌جویی منصبداران هنگام تقسیمات زمین برای بنیاد خانه و یا کشاورزی زیاد به گوش میرسد. سازمان همکاری های اقتصادی و رشد هم در گزارش اخیرین خود در رابطه با مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان می نویسد خوفی از هم زیاد رشوتخوری در جریان تقسیمات پارچه های زمین در تاجیکستان با وجود می آید. تشکر عبدالله برای صحبت.